بینندگان عزیز درود. امیدوارم این صبح را با طبع خوش و بولیده آغاز کردید. امروز سه‌شنبه 18 دکبر است. نشر نوبتی نوید بامدادی را با خبرهای تاجیکستان و جهان من عبدالله اشرف به شما تقدیم میکنم. نخست نظر میاندازیم به وضع باد و هوا در شهرهای دوشنبه و پراگا. هوا در شهر دوشنبه 3 درجه گرمی دارد و دوام روز تا 15 درجه گرمی پیش بینی می شود. هوای شهر پراگا قرارگاه مرکزی رادیو آزادی خیلی سرتر از دوشنبه است. عین زمان حرارت هوا 1 درجه زیر صفر است. دوام روز تا 2 درجه گرم شدن هوا پیش بینی می شود. نوید بامدادی را با خبر از ولایت سوخت تاجیکستان آغاز میکنیم. دادستانی ولایت سوخت میگوید در پی آشوب در زندان رقمی 3 شهر خوجند که بر پایه اطلاع رسمی 25 کشته و چندین مجروح بر جا گذاشت، 2 کارمند مسئول این نهاد از وظیفه سبکدوش کرده شدند. گلچهره غایب نظرова مسئول مرکزی خبری و تحلیلی این نهاد روز 17 دکبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که ذوقبک شریفزاده دادستانی نظارت محبس ها و مأمور اعظمزاده یاوری کلان دادستانی سوخت اوید به نظارت رعایت قانون در محکمه های تفتیشاتی از وظیفه های خود برکنار گردیدند. او افزود که حالا وظیفه های آنها را موقتا کارمندان دیگر اجرا میکنند. گلچهره غایب نظرova سبکدوش شدن این مسئولان دادستانی سوخت را در پی تحقیق آشوب خونین سرزده در زندان رقمی 3 شهر خوجند ربط داد، ولی از ارائه جزئیات دیگر خودداری ورزید. او گفت که به پرونده مهر مخفی زده شده است و آشکار کردن جزئیات جریان تفتیشات فعلا امکان ندارد. آشوب در محبس نظامش سنگینی رقم 3 شهر خوجند شب 7 و 8 نوامبر سرزده نخست 2 زندانبان و زمان فرونشانی آشوب 23 زندانی کشته شدند. همچنین چندین زندانبان و محبوسان زخمی نیز گردیدند. مقامات تاجیک گفتند گروه آشوبگران که در میان آنها اساساً محکوم شده ها برای عضویت در سازمان های افراطی و ممنوع به مثل گروه دولت اسلامی می باشند میخواستند از زندان فرار کنند، ولی منابع غیر رسمی میگویند که بدرفتاری نسبت به زندانی ها و پایمال کنی حقوقشان سبب اصلی سرزدن آشوب گردید. آشوب در زندان نظامش سنگینی خوجند را یکی از پرقربانی ترین حادثه ها در زندان های تاجیکستان می نامند. رهبران کارپوس های دیپلماتی مستقر در تاجیکستان از مقامات این کشور خواستند که این حادثه را همه جانبه و از روی قانون بررسی کنند. و بیننده ارجمند رو آوریم به خبر دیگر از تاجیکستان. آژانسی مبارزه با کروپسی تاجیکستان نسبت امیرشاه رحمانوف افسر وزارت دفاع پرونده باز کرده آن را به دادگاه ارسال کرده است. طبق اطلاع آژانسی رحمانوف به حیث فرمانده وزارت دفاع تاجیکستان ماه ایونی سال روان از سرباز قطاری قسمی مذکور برای رهایی از خدمت حربی 15,000 سومانی پاره طلب کرده است. سرباز به فرمانده اظهار داشته است که چنین مبلغ را میتواند تنها بعد فروختن مرسدس بنز پدرش دهد. رحمانوف بعد شنیدن این وضع از سرباز طلب نمود که بجای 15,000 سومانی پدرش اتومبیل مرسدس را به او تقدیم کند. امیرشاه رحمانوف 10 آگوست بعدی به نام خود حجتگذاری نمودن اتومبیل مذکور از سوی مأموران آژانسی مبارزه با کروپسیا دستگیر گردیده است. با اطلاع آژانسی تفتیش پرونده جنایی علیه رحمانوف با اتهام قلابی به انجام رسیده، پرونده برای بررسی به دادگاه ارسال کرده شد. و خبر دیگری نیز داریم از شهر دوشنبه. پلیس شهر دوشنبه میگوید در دوام سال روان 749 خانه ساکنان پایتخت را تفتیش کرده، از آن 249 حالت دزدی نیروی برق را از سوی ساکنان آشکار کرده است. در این باره از سامانه رسمی وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه خبر داده است. پلیس شهر دوشنبه میگوید که ضمن سنجش خانه صباحت توشه و ساکنی ناحیه فردوسی شهر دوشنبه معین شد که در درون حسابکنک برقی به طور دزدی از ناقل یکم به قفای حسابکنک اتومات گذاشته، حسابکنک برق را کارناشایم نموده مبلغ استفاده قوه برق را به حساب مانده است. در نتیجه به بودجه دولت به مبلغ 3681 سومانی خسارات وارد شده است.
از جانب گروه کاری در ناحیه شاه منصور نیز استفاده غیرقانونی قوای برق آشکار شده است. معین گردید که شهروند عارف عارف سال تولدش 1954 در منزل استقامتیش واقع در کوچه خاوران خودسرانه از سیمچوبی اساسی به طور غیر قانونی ناقل‌های برق را نصب نموده نیروی برق را در منزل استقامتی خود به حسابکنک برقی استفاده برده است که با این عملش به مبلغ 2183 سومانی خسارات وارد کرده است. پلیس شهر دوشنبه نسبت چنین شهروندانی که با استفاده مالکیت دولت خنک نظرانه رفتار میکنند سند ترتیب داده برای ستانیدن پول نیروی برق و جریمه ها مساعدت کرده است. آشکار شوی ده ها حالت دزدی برق تنها در شهر دوشنبه در حالی است که قرض شرکت برق تاجیک از مرز 11 میلیارد سومانی بیشتر شده است. و رو آوریم به خبرها از خارج تاجیکستان. در دو گزارشی که برای سنت ایالات متحده آمریکا تهیه شده است تاکید می شود که در دوره انتخابات پرزیدنتی سال 2016 عاملان روسیه معرکه تاثیرگذاری عمیق در افکار رای دهندگان آمریکا را پیاده کردند. یک گزارش کمیته اکتشافی با سنات و دیگر گزارش گروه وکیلان کنگره می باشد که روز 17 دکبر نشر شدند. مؤلفان این سندها میلیون ها گزارش و عکس و پیام توییتر، فیسبوک، یوتیوب، اینستاگرام و دیگر شبکه‌های اجتماعی را تحقیق کردند. آنها اصرار می‌ورزند که فعالان روس با استفاده از تجهیزات معاصر سعی نمودند اطلاعی بر دروغ را پهن کنند. سال 2017 نهادهای اکتشافی ایالات متحده آمریکا خلاصه کرده بودند که در انتخابات پرزیدنتی سال 2016 مسکو از نامزد دونالد ترامپ طرفداری کرده فناوری‌های اطلاعاتی هکری را برای تشویق نامزد جمهوری‌خواه دونالد ترامپ و بدنام نمودن نامزد دموکرات کرسی ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا هیلاری کلینتون استفاده بردند. مؤلفان گزارش‌های آمریکایی یک شرکت روسی مستقر در شهر سنت پترزبورگ و رئیسش یوگنی پریگوژین را همراه با 12 نفر دیگر یاد کردند. مفتشان مخصوص ایالات متحده آمریکا رابرت میولر در ماه فوریه سال روان آنها را به دزدی هویت، عملیات غیرقانونی بانکی و تهیه دسیسه متهم کرده بود. و بیننده ارجمند یادآور می‌شویم شما نویدی بامدادی رادیو آزادی را تماشا دارید و حالا رو می‌آوریم با خبرها از تاجیکستان. شادیخان جمشید معاون وزیر تندرستی تاجیکستان از مرکز تشخیص و طبابت معاصر در شهر خاروخ که با 24 میلیون دلار بنیاد آقاخان بنیاد شده است توصیف نمود. آژانسی دولتی تاجیکستان خبر داد که مرکز طبی فعلا به خدمت رسانی‌های مشورتی و تشخیصی شروع نموده از ماه اپریل سال 2019 در مرکز بخش استاسیونری پررا به فعالیت آغاز می‌کند. این مرکز دارای 52 کت خواب بوده برای طبابت بیماران شرایط سطح بلندی معالجه فراهم گردیده است. تجهیزات معاصر مرکز امکانیت می‌دهد که تشخیص بیماران دقیق و درست گذرانیده شود. برای ساختمان آن بنیاد آقاخان 24 میلیون دلار جدا نموده بود که بیش از 15 میلیون دلار آن برای خرید تجهیزات صرف شده است. شادیخان جمشید هنگام افتتاح مرکز مذکور اظهار داشته است که بنیاد این مرکز یکی از نمونه‌های بهترین همکاری حکومت کشور با بخش خصوصی به خاطر بلند برداشتن سطح نیکو احوالی مردم است. او افزوده است که از خدمت رسانی این مرکز همچنان ساکنان ناحیه‌های همسرحدی افغانستان نیز بهره‌مند خواهند شد. تاجیکستان همیشه کوشش میکند که با همسایه‌های دور و نزدیک خود روابطی متقابلا سودمند براه ماند و هر دو جانب از این همکاری منفعتی برابر بردارند اظهار داشته است شادیخان جمشید. فعلا در مرکز طبی 56 متخصص صاحب تجربه به کار قبول شده. در صورت پررا به کار آغاز کردن آن شماره طبیبان به 130 نفر رسانیده می شود. در مرکز بخش‌های مختلف به مریضان خدمت طبی خواهند رسانید. بیننده ارجمند رو آوریم به خبر دیگر. قلمروی شهر دوشنبه از حساب حدودهای ناحیه همشفت رودکی وسیع‌تر می شود. خبرگزاری دولتی اطلاعاتی خاور روز 17 دکبر از قول شادی مراد علاویدینوف معاون سرمعمار شهر دوشنبه نوشته است که مسئله وسیع کردن قلمرو پایتخت امروز 18 دکبر در جلسه وکیلان شهر بررسی می شود. با اطلاع علاویدینوف 7659 هکتار زمین از حساب ناحیه رودکی از جمله جماعت‌های دهات چوریکوران، سرکشتی، گلستان، چارتپه، چیمتپه، روسیه و غیره ها به حدود شهر دوشنبه
می‌گذرند. با گفته این مقام شهرداری، قسمت زیادی زمین‌های با پایتخت همراه شده به حدود ناحیه سینای شهر دوشنبه راست می‌آید. از این رو ضرورتی تأسیس باز یک ناحیه در حدود پایتخت پیش می‌آید، گفته است علاءالدینوف. برابری با پایتخت همراه شدن این منطقه در دهه چارتوت که الحال به ناحیه رودکی تعلق دارد، حدودهای مخصوصی آب تامین کنی پایتخت بنیاد گردیده، منطقه کارزی که الحال در محله گلبوته قرار دارد و دهه سرکشتی الحال به حدود ناحیه مذکور تعلق داشته کوچانیده می شود. بیننده ارجمند رویم به خبرهای ورزش. واخوری میانی دسته های تاجیکستان و عمان در شهر مسقط با حساب 1-0 به نفع مهمانداران به انجام رسید. یگانه گل را در دقیقه 57 خالد الحجری به هدف رسانید. فوتبال بازان تیم تاجیکستان در بازی رفیقانه از تیم عمان باختند، خبر داده است دفتر مطبوعاتی فدراسیون فوتبال تاجیکستان. واخوری میانی دسته های تاجیکستان و عمان روز یکشنبه در شهر مسقط با حساب 1-0 به نفع صاحبان میدان خاتمه یافت و طور گفتیم یگانه گل را خالد الحجری به هدف رساند. وابسته از مغلوبیت سرمربی تاجیکستان عثمان توشف از بازی زیردستانش در دور دوم مسابقه رفیقانه قناعتمند بود. این مسابقه الکی دومین بازی رفیقانه میان تیم‌های ملی تاجیکستان و عمان می باشد. بازی یکم هفته گذشته با حساب 2-1 به انجام رسیده بود. تا این دم تیم‌های ملی تاجیکستان و عمان 3 مرتبه با هم رقابت کردند. اولین مسابقه ملی میان تیم‌های این دو کشور 20 سال پیش 12 دکمبر سال 1998 در بازی‌های آسیا در شهر بانکوک با حساب 3-3 خاتمه یافته بود. بیننده ارجمند، در پایان این نشر نوید بامدادی همچنان نظر داشتیم به قرب ارز خارجی در تاجیکستان. بنابر قرب امروز مقرر کرده بانک ملی $1 آمریکایی 9 سومانی و 42 درهم ارزش دارد. 1 یورو واحد پول اتحاد اروپا 10 سومانی و 64 درهم و 1000 روبل روسی 141 سومانی 22 می شود. بیننده ارجمند، اینجا رسیدیم به پایان این نشر نوید بامدادی. اخبار از این بیشتر در سامانه www.azadi.org قابل دریافت است. برنامه‌های نو و جالب ما در پیشند، با ما بمانید.